ارزش‌های حقوق بشر حمایت کردیم و در زمینه‌ای که نقض حقوق بشر صورت گرفته، در مسائلی که خشونت‌هایی که علیه زنان صورت گرفته در بخش‌های مختلف در رابطه با قضایای بسیار مشخص ما واکنش نشان دادیم و در این زمینه ما اعتراض داشتیم. هنوزم نیازمند هست که ما کارهای اساسی بیشتر بکنیم تا ارزش‌های حقوق بشر در کشور نهادینه شود و به عنوان یک ارزش مدیر به رسمیت شناخته شود و با او احترام گذاشته شود. هم دولت ها احترام بگذاره و هم شهروندان با احترام بگذاره و هم مردها هم زنان و تمام شهروندان حقوق بشر را با یک دیدی مثبت ببینید. شما از نقض حقوق زن گفتیم، متاسفانه در جامعه ما شما حقوق زن نقض میشه، همین گونه حقوق کودک نقض میشه، حقوق بزرگسال نقض میشه. مشخصا در قسمت سالمندان یا کهنسالان متاسفانه کارهای قابل توجهی هنوز صورت نگرفته. اتفاقا یکی از ضرورت‌های اساسی هست که اگر خانواده هیچ کار صورت نگرفته خب باز هم بله کارهایی که ممکنه خیلی جزئی صورت گرفته باشه که خیلی قابل دید نبوده، کارهایی که در زمینه حقوق سالمندان ضرورت است که به صورت بگیره در نخست ایجاد خانه سالمندان هست که خیلی از کهنسالان خانواده ندارند و یا از خانوادهشان طرد شدند و اونا مستلزم یک حمایت‌های همه جانبه هستند که باید مورد توجه دولت قرار بگیرند. قسمتی از اینکه حقوق خانم‌ها نقض میشه یا اینکه خانم‌ها مورد خشونت قرار میگیرند و بحث فرهنگی دیگر حتی مسائل فقر اینا برمیگرده که در جامعه ما به صورت گسترده وجود دارد. اما ما داریم خانواده‌هایی که به لحاظ اقتصادی هیچ نوع مشکل ندارن ولی خشونت دارن. اما اونو برمیگرده به بخشی از دیدی فرهنگی و دیدی سنتی و مرسالانه که از طرف خانواده‌های افغانستان وجود دارد نسبت به زنان و به خود حق میتن که خشونت کنه علیه زنان. بنابراین موضوع از چند زاویه باید موضوع توجه کنیم. دقیقاً این بحث از چند بود قابل تحلیل و بررسی هست که و همین گونه حقوق اطفال. بله در زمینه حقوق اطفال هم کارهای صورت گرفته تا حدود زیادی، اما ما شاهدی خیلی وضعیت فجیع‌بار اطفال هستیم. در جاده‌ها در اطفال گدایی‌گری وجود دارن، اطفالی که ازش سوء استفاده میشه و مورد استثمار قرار میگیره و کارهای جبری سرش میشه. برای نهادینه شدن حقوق بشر هر فرد ما مسئولانه باید عمل بکنیم و این از خانواده ها شروع میشه، از عملکرد افراد در خانواده شروع میشه، برخورد با اطفال، برخورد با زنان گرفته تا سطح جامعه، تا در سطح بزرگتر و کلانترش. تشکر از حضور جناب پشمان، نویسنده و همچنان فعال حقوق بشر و همچنان همراه شما که دنبال کردیم برنامه را. رسیدیم به پایان برنامه زندگی امروز. پایدار برای برنامه بعد. خدا نگهدار.